درودی مجدد. با خبرهای کوتاه ساعت 11 در خدمت شما هستم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا 52 نفر از مجروحان انفجارهای انتحاری روز جمعه در پایتخت یمن به بیمارستان بقیت الله تهران وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی منتقل شدند. به گفته سلیمان حیدری سرپرست تیم پزشکی اعزامی ایران به یمن، حال 6 نفر از این مجروحان که روز دوشنبه به ایران منتقل شدند وخیم است. حیدری همچنین خبر داده است که جمهوری اسلامی 24 تن دارو به یمن ارسال و یک تیم پزشکی 6 نفره به این کشور اعزام کرده است که این 6 پزشک همراه با 52 مجروح یمنی به ایران بازگشتند. 3 انفجار انتحاری در روز جمعه در مساجدی در صنعا پایتخت یمن که محل نمازگزاران حوثی‌های شیعه مذهب آن کشور به شمار می‌رود، به کشته شدن دست کم 142 نفر و زخمی شدن 10 نفر انجامیده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروهی که خود را شاخه‌ای از حکومت اسلامی داعش در یمن معرفی کرده، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفتند. و اما سفیر روسیه در دانمارک این کشور را تهدید کرده است که چنانچه به سیستم دفاع موشکی پیمان اتلانتیک شمالی بپیوندند، کشتی‌های جنگی آن را در تیررس سلاح‌های اتمی روسیه قرار خواهد داد. سفیر روسیه به روزنامه دانمارکی گفته است چنین تصمیمی از سوی دولت آن کشور تهدیدی برای روسیه به شمار می‌رود. وی می‌گوید فکر نمی‌کنم که دانمارکی‌ها دقیقاً متوجه پیامدهایی که پیوستن به سیستم دفاع موشکی آمریکا برای آنها به بار خواهد آورد باشند اگر چنین چیزی رخ دهد. کشتی‌های جنگی دانمارک در تیررس جنگ افزارهای اتمی روسیه قرار خواهد گرفت. عزیزان با ما باشید با مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت لس آنجلس. آن بالا دخترک قصه ما به یاد ساز خوش صداش میافتاد، ساز را بر می داشت و شروع می کرد به نواختن. این پایین روی زمین سر هر شاخه گل بلبل خوش آوازی شروع می کرد به آواز خواندن. دوستان، سال نو به تک تک شما مبارک باد. امیدوارم این سال باستانی توأم با خوشی، سلامتی، شادی و دلخوشی باشه. کتابی رو که اینجا براتون آوردم قصه بهار و عید نوروز هستش. از اون قصه های خوبی هستش که با بچه هامون میتونیم بخونیم و براشون این قصه نوروزی رو هر روزه تکرار بکنیم که یادشون نره. من که خیلی این کار رو دوست دارم و این موقع سال در خونه ما شوق و ذوق خیلی به اصطلاح زیادی هست برای اینکه نوروز رو جشن میگیریم در کنار مادر بزرگ، مادر، پدر و فامیلمون. خب داستان امروز یا قصه امروز برای شما قصه صلح و آرامش هستش. چطور میتونیم در این سال نو 1394 با بچه هامون، با نوجوانانمون با آرامش و صلح و صفای بهتری
رابطه برقرار بکنیم. برای این کار فکر کردم یکی از نکته ها یا سوال هایی رو که مکرر در به اصطلاح خانواده ها پیش میاد که چجوری ما میتونیم به اصطلاح داد زدنامون رو کم بکنیم تو خانواده و بستگی نداره به فرهنگ، بستگی نداره به اصطلاح شخصیت یه فرد. این یه کار طبیعی هستش، تو همه خانواده ها این نوع داد زدنا پیش میاد، به وجود میاد. شما تک تک شما که الان این برنامه رو نگاه میکنین میدونین که درباره چی صحبت میکنم. درباره اون لحظاتی صحبت میکنم که شما با کودکتون، نوجوانتون فرستریشن یا به اصطلاح عصبانیت تجربه میکنین. خیلی از اوقات این مربوط به این که حرف شما رو گوش نمیدن یا اون نکاتی رو که برای شما مهمه بهش توجه نمیکنن. دلیلش هر چه که هست ما میخوایم بدونیم که چجوری میتونیم این رو درجهش رو به اصطلاح خفیف بکنیم، چجوری اون چیزی رو که دکتر دانیل سیگل بهش flipping of the mind یا اینکه مغز آدم هایجک میشه، اون قسمتی از مغز که همیشه معمولاً به ما آرامش و کنترل میده به اصطلاح دزدیده میشه از اون بخشی از مغز که هیجانی هستش و به اصطلاح نمیتونه کنترل بکنه خودشو. حالا تماشا بکنیم به ویدیو کلیپ اول که در اصل ریشه خشونت یا ریشه این نوع خشم در خانواده چجوری هستش، از کجا میاد، این نوع فرستریشن ها به چی مربوط هستش و بعد چه کار میتونیم دربارش بکنیم. برمیگردیم با هم. اگر سوالی دارین تشریف بیارین در برنامه، خوشحال میشم که با شما باشم. Or the house is a mess, and I've asked them to do certain things, and so I find that by that time I've got nothing left in me, and so I scream. Thompson says she screams at her boys about 3 times a day. It usually starts with nagging. Did you find your water cooler? Are you getting ready for football? Matthew, turn the game off. It's time to get ready. Take the new socks off. And escalates from there. And you can just feel it. I mean, I feel it. It just comes up, and all of a sudden it's like, ah! Worse, Thompson says sometimes it crosses the line. You say things that you regret as soon as they're out of your mouth. I may say, why are you being so stupid? And unfortunately, as soon as it comes out of your mouth, you realize, I can't even believe I've said that. For parents, it can be especially hard when they're perceiving the child to be defiant, especially as children are getting older. Thompson would like to be calmer, but explains her yelling comes from a pure place. I said to them, if I didn't love you, I wouldn't care what you do. I probably wouldn't yell at you. I wouldn't ground you. And yet, like many parents, she wishes her life were closer to Ward and June than like a modern-day movie family. For today, Janet Shamlian, NBC News, Houston. Our uncle is a licensed marriage and family therapist, as well as the author of Scream-Free Parenting. He's also a parent. Good morning. Good morning. Good morning. Thanks for having me. Parents need help to stop screaming. Absolutely. There is so much frustration, so much that they're trying to sort of wish their kids are going to do very well, and they're frightened that they're not going to if they don't. So let's help parents. Stop orbiting around your children. What do you mean? Well, we have gone to this extreme of saying my whole life is about my kids. Everything is about my kids. But the problem is I cannot orbit my life around my kids without giving them the distinct impression. Instead you say, okay. Of saying, you know what? Saying the whole world is about you. Because it's something we see a lot of parents do. But you say instead focus on yourself, but that seems like a it seems dumb selfish. Idea. Exactly. The problem is, though, I'm the only one I can control. But the more I try to control my kids, the more out of control they become. But I cannot, again, orbit my life around them without giving them the impression that the world revolves around them. And then I have the nerve to call them self-centered when they act that way. But I helped create that by saying it's all about you. But here's the problem, though, is I say it's all about you, and then you don't seem to appreciate all the sacrifices I make on your, and then I scream. Exactly. That happens in every single family. So then, if we understand that, then, how do we then move beyond? How do we teach them in terms of what we want them to know? You say you're responsible to your children, not for your children. Exactly. What do you mean you're not responsible for your children? I know it sounds crazy, right? But that's the biggest lie we face as parents, is I'm responsible for my kids. Well, that means they have no say in their own life. They have no responsibility for themselves. It's all really my fault. You say basically the children need to be responsible for themselves, and you need to teach them how to do that. By focusing on my responsibilities to them. How do you do that? My job is to focus the choices they have. Say you drive up in the driveway, my daughter's bike is out. And instead you want to run in and say, how many times am I going to tell you to bring this bike out? You know, just once I want to hear a kid say, I don't know, how many? Instead, you know what?
خب دوستان همینطور که توجه میکنین این مسئله داد زدن در خانواده و عصبانی شدن با بچه ها و به اصطلاح این نوع خشونت رایج هستش. خیلی از مامانایی که من میشناسم یکی از مشکلاتیه که دوست دارن در سال جدید در سال نو روش کار بکنن و خب از اینجا شروع میشه که دلیل و به اصطلاح علتش رو ما باید شناسایی بکنیم و ببینیم که چجوری میتونیم با دانایی و توانایی بیشتر روش کار بکنیم. یکی از نکاتی که در این به اصطلاح ویدیو مطرح شد این هستش که وقتی ما توجهمون رو کاملا میذاریم رو بچه ها و فکر میکنیم که ما هستیم که بچه هامون رو کنترل باید بکنیم و به اصطلاح انتخاباتی که اونا چویسایی که دارن و به اصطلاح تصمیم گیری هایی که میکنن ما مسئولش هستیم، فشار زیادی میذاره که در اون مواقعی و به اصطلاح لحظاتی که تصمیم غلط رو میگیرن ما احساس میکنیم که کنترل از دستمون به اصطلاح خارج شده و اون خارج شدن کنترل به ما اضطراب و خشم میاره و اون وقت اون موقع هستش که خشمگین میشیم و فکر میکنیم با خشمگین شدن اون کنترل رو دوباره به دست میگیریم. حالا یه شیوه دیگه که ما میتونیم یه شفتی، یه تغییر و تحولی در این به اصطلاح رابطمون با بچه ها به وجود بیاریم این هستش که روی کنترل انقدر تاکید نکنیم، برعکس روی به اصطلاح برخوردمون، اون چیزی که بهش responsiveness میگیم و اینکه کودک هستش یا نوجوان هستش که مسئوله. مسئولیت از به اصطلاح جایی که ما در کنترلش هستیم منتقل میشه به جایی که اونها احساس میکنن مسئول هستن و بعد در اون تصمیم گیری اونها رو میتونیم راهنمایی بکنیم، کوچشون بکنیم و هرچه زودتر این کار رو شروع بکنیم در اون به اصطلاح پله های کودکی بچه ها بیشتر در این تصمیم گیری ها قبراق میشن، تجربه پیدا میکنن و با نتایج بهتری یاد میگیرن که در مراحل بالاتر و با ارتقا پیدا کردن در رشد و تکاملشون تصمیم های بهتری بگیرن. پس چه خوب که از کودکی از پایه شروع بکنیم و به اونها این احساس رو بدیم که به اصطلاح اندیویدوال خودشون هستن، فرد خودشون هستن و احساس به اصطلاح اعتماد به نفس بهشون بدیم، این به اصطلاح فرصت رو بهشون بدیم که در این چالش ها، در این تصمیم گیری ها تجربه بیشتری پیدا بکنن و بعد در اون لحظاتی که ما احساس خشم میکنیم، چرا که در کوله‌بار ما، در کوله‌بار تاریخی ما، تاریخچه ما، در اون به اصطلاح تجربیات گذشته ما از مادری و پدری و حتی مادر بزرگا و پدر بزرگامون ما یاد گرفتیم که روی یه سری مسائل حساسیت پیدا کردیم و این اون به اصطلاح دکمه های حساس ما هستش که خیلی از اوقات بچه های ما اون پترنا رو تکرار میکنن و اون به اصطلاح باتنز، اون به اصطلاح دکمه ها رو فشار میدن و در ما احساس خشم و ناتوانی تولید میکنن. خب با آگاهی بیشتر، با به اصطلاح اون چیزی که بهش self compassion میگیم، یعنی شفقتی که در به اصطلاح درون ما هستش نسبت به خود ما، میتونیم آرامش بدیم به خودمون، کمک بکنیم که آروم بکنیم خودمونو که بعد بتونیم در تصمیم گیری و در رابطمون با به اصطلاح فرزندمون بهتر تصمیم گیری بکنیم. دانیل سیگل که نورولوژیست به اصطلاح معروفی هست در این رابطه تحقیقات بسیاری کرده و در ویدیو کلیپ بعدی توضیح میده که چقدر مهمه که ما آگاهی داشته باشیم از این نوع flipping of the brain or mind و اینکه چجوری با self compassion، با empathy در رابطمون عشق و به اصطلاح آرامش و صلح بیشتری به وجود بیاریم که بتونیم با توانایی و دانایی بیشتری خشممون رو کنترل بکنیم و این رو به فرزندانمون یاد بدیم و منتقل بکنیم. تماشا کنین در ویدیو کلیپ بعدی دانیل سیگل. You know, a common question that parents always ask me is, how can I stop flipping out so much? And what I say is be kind to yourself, because it's human to flip out.
But you can understand that the brain literally flips out so that the coordinating parts don't control the lower parts, and that's just human. The other thing you can know about is that since it's not your fault, and you can stop blaming yourself, you can also then move to self-compassion, where you say, hey, it's not my fault, my brain did it, but it is my responsibility. Now, when you do that, you say, okay, I'm going to start trying to understand the hot buttons that created this flipping out state. Like for me, it was when my kids didn't pay attention to me and I felt invisible. But you'll have your own hot buttons you need to understand. And then once you understand that, you can know, what does it feel like when I'm about to flip my lid? My muscles get tight, my heart pounds, I'm breathing fast, my jaw is tight, my tone of voice is getting more irritated. Those are signs for me to know I'm getting close to flipping my lid. And then if you do flip your lid, get away from your child if you can, so you minimize the harm that's done. Reconnect with yourself by drinking some water, stretching, going out for some fresh air. And then when you reconnect with yourself, understanding that it's your responsibility to make a reconnection first inside, and then come and make a reconnection with your child, not blaming yourself, but owning what happened, that it's a part of learning, that you're trying not to do it, but that you really want to make a reconnection with your child. خب نکته بسیار مهمیه اینجا و اون نکته به اصطلاح آشتی کردنه بعد از موقعی هستش که شما به قول دن your lid flipping یا اینکه مغزتون به اصطلاح فیوز میپرونه به قول معروف و در اون لحظه هستش که شما اهمیت زیادی داره که آگاهی داشته باشین بدون اینکه این اتفاق داره به بدنتون و به مغزتون و حالتون میفته به اصطلاح یک بریکی بگیرین برین و آبی بخورین قدمی بزنین تنفس به اصطلاح عمیقی بکنین و کمک بکنین که به آرامش خودتون یا اون به اصطلاح حال نرمالتون طبیعیتون برگردین و بعد که حالتون طبیعی شد برگردین و درباره اتفاقی که افتاد با فرزندتون با کودکتون حرف بزنین و ازش عذرخواهی بکنین اگر واقعا جای عذرخواهی داره یا اینکه توضیح بدین چه اتفاقی افتاد حرف دربارش بزنین و اون چیزی رو که بهش ریپیر میگه بعد از این حالاتی که تو هم با خشم هستش و عصبانیت هستش بسیار بسیار مهمه چرا که در این لحظات هستش که ما معنا میبخشیم به اون اتفاقی که افتاد و پیامدش و اینکه چگونه تجزیه و تحلیل میکنه کودک در فکرش این به اصطلاح رابطه رو و این حالی که به وجود اومد و چه اتفاقی افتاد. خیلی از اوقات مادر و پدرایی که کمالگرا هستن پرفکشنیستیک هستن به خاطر اینکه احساس شرم میکنن و احساس خجالت میکنن خجالت زده میشن از این حالشون یا اینکه کنترل از دست دادن این کار رو انجام نمیدن و احساس میکنن به خصوص من میدونم در فرهنگ ما که بزرگسالاری شاید یک پدیده هستش که هیستوری داره در تاریخ ما هستش در گذشته ما تمرین شده یا مردسالاری بوده این حالت به اصطلاح تواضع یا اینکه مادر و پدر بتونن برگردن و عذرخواهی بکنن یا صحبت بکنن با بچه هاشون کمتر پیش میاد چرا که خیلی از اوقات من با مادر و پدرها که صحبت میکنم میگن که خانم دکتر ما احساس خجالت زده هستیم یا نمیخوایم که بچه هامون فکر کنن که ضعف در ما به اصطلاح ببینن یا فکر کنن که ما ضعیف هستیم در صورتی که این کاملا به اصطلاح ضد این فکر هستش یا تفکر و دید هستش بلکه شما اگر رابطتون رابطه قوی باشه رابطه‌ای باشه که احساساتتون رو عواطفتون رو روش کنترل دارین و احساس اعتماد به نفس خوبی دارین خیلی براتون راحت باید باشه که در باره حالاتتون در رابطه با عواطف و احساساتتون بتونین صحبت بکنین و اون نوسانات حالتون رو تحولاتی که در حالتون به وجود میاره بتونین درباره‌اش صحبت بکنین و توجیهش بکنین
این از اون نشونه‌های خوب به اصطلاح اعتماد به نفس در فرد هستش. بنابراین مادر و پدرایی که کمالگرا هستین این رو بدونین که در خطر این هستین که این نوع فرصت‌ها رو به اصطلاح تجربه نکنین و اینا واقعا فرصت‌های طلایی هستش. اون از اون لحظاتی هستش که بهش teachable moments میگیم، لحظاتی که استثنائیه، به خصوص در کودکی، به خصوص در اون 5 یا 8 سال اول. اگر شما این لحظات رو بتونین تجربه بکنین و تکرار بکنین و پترن به وجود بیارین، طبیعت کودک شما طبیعتی پیدا میکنه که سالم هستش، میتونه درباره احساساتش صحبت بکنه و میتونه بدونه این رو و باور بکنه که حالش حالی هستش که درش تحول وجود داره. خشم یک نوع احساس و عاطفه طبیعی هستش، همه ما خشمگین میشیم، همه ما احساسات منفی و مثبت رو در کنار هم میتونیم اوقاتی تجربه بکنیم و اون وقت با این احساسات و عواطف چگونه برخورد میکنیم و چگونه میتونیم اونها رو درک بکنیم و کنترل بکنیم، بخشی از اون فاوندیشن و پایه های اساسی اعتماد به نفس و صلح و آرامش در کودک شما و فرزند شما خواهد بود. خب نکته دیگه ای رو که دوست دارم دربارش صحبت بکنیم و یکی از ایمیل هایی که شما فرستاده بودین در رابطه با این بود که چگونه ما میتونیم به اصطلاح تینیجرامون رو باهاشون صحبت‌هایی بکنیم، چون خیلی از اوقات تینیجرها منطقی فکر نمی‌کنن یا منطقی نیستن دیگه. این رو دربارش هفته گذشته صحبت کردیم که به خاطر تغییرات و تحولاتی که در مغز اونها یا brain development صورت میگیره، واقعا اونا تصمیم‌های درست رو نمیگیرن، مثل استفاده از مواد، مثل به اصطلاح انتخاب درسشون، مدرسهشون یا درس خوندن روی پارتی کردن. و اینو خب ما چجوری میتونیم بهتر در رابطمون این نکات رو مطرح بکنیم که دعوا توش نباشه، تو هم با دعوا و به اصطلاح جنجال و خشم نباشه. یکی از کارهایی که شاید بتونه کمک بکنه به شما این هستش که یک موضوع به خصوص رو روش تاکید بکنین. برای مثال اگر مشروب خوردن هستش، روی اون نکته به خصوص تاکید بکنین و این رو بدونین که به اصطلاح وقت میبره. اینجور نیست که شبونه تینیجر شما دیگه مشروب نخوره. یه موضوع رو بهش بچسبین، روش تاکید بکنین و روی اون باوندریا و حد و مرزها و چرایی به اصطلاح اون حد و مرزها تاکید بکنین. اون به اصطلاح خیلی از اوقات مشروب خوردن یا مواد استفاده کردن یه نوع به اصطلاح void یا یه نوع کمبودی رو داره در نوجوان شما پر میکنه. بنابراین آشنایی شما، شناخت شما از این که اون چی هستش و چرا او ترجیح میده که این کار رو بکنه و به اصطلاح بدنش رو از بین ببره یا ریسکی بگیره که براش شاید خطرناک باشه، اینا رو یه خورده باید بیشتر بهش توجه بکنیم. ولی یک موضوع، یک مورد خیلی مهمه، چون خیلی از اوقات من با مادر پدرایی که کار میکنم روی چندین موضوع در کنار هم میخوان تاکید بکنن. یعنی میان تو آفیس و میگن که خب تینیجر ما پارتی زیاد میکنه، با دوستاش زیاد هستش، مشروب زیاد میخوره، مثلا درسش افت پیدا کرده، نمراتش خوب نیست، اتاقش خیلی شلوغه و وقتی که شما چندین چیز رو با هم مطرح میکنین، برای شما و برای تینیجرتون امکان این که بهش بتونین توجه بکنین و اون به اصطلاح نتیجه‌ای رو که میخواین بگیرین خیلی خیلی مشکل تر میشه این موضوع. بنابراین یه نکته رو بچسبین، رو اون تاکید بکنین، حلش بکنین برای خودتون، بعد برین روی موضوع بعدی. خیلی از اوقات شاید یه موضوعی که چالشش کمتر هستش رو اگر اول بگیرین برای شما بهتر باشه، چون اون نتیجه میگیرین و به اصطلاح نوجوانتون احساس ساکسس میکنه، احساس میکنه که کارش رو انجام داده و میتونه بره به موضوع بعدی.
نکته بعدی رول مدلینگ هستش و اینکه شما الگو هستین برای نوجوانتون. این خانم عزیز که گفته بودن در رابطه با استفاده از به اصطلاح الکل و ماریجوانا یا پات مشکل دارن با نوجوانشون، یه خورده که ما بیشتر صحبت کردیم در این مورد، دیدیم که در این خونه خودشون مهمونی‌های زیادی دارن که قلیون میکشن، ماریجوانا استفاده میکنن و مشروب میخورن. بنابراین شما اگر دارین پارتی میکنین با دوستاتون و خودتون دارین مشروب میخورین، خودتون دارین های میشین، خودتون دارین مست میکنین و الگویی هستین که داره نشون میده بچه‌ها و نوجوانان خیلی بیشتر از این که از به اصطلاح پریچ کردن ما یا صحبت‌های ما یاد میگیرن، از رفتار ما یاد میگیرن. بنابراین اگر شما مادر و پدری هستین که پارتی کردن و دوست دارین، های شدن و به اصطلاح براتون جالبه و مشروب میخورین و مست میکنین، نوجوان شما اون رفتار رو داره یاد میگیره و نمیتونین شما این کار رو انجام بدین و بگین که تو نمیتونی برای اینکه سنت قانونی نیست. این خیلی برای شما مشکل بزرگی، برای اینکه بازم برمیگردم به رشد و به اصطلاح جوری که نوجوان شما داره فکر میکنه. نوجوان شما مغزش ایدئالیست فکر میکنه و نمیتونه یه سری از این تفکیکایی که شما شاید تو ذهنتون به خاطر تجربیاتتون و مچورتی مغزتون و به اصطلاح افکارتون دارین اونگونه فکر بکنه. بنابراین اگر دوست دارین که نوجوانتون مشروب نخوره، شما هم توی مشروب خوردنتون و پارتی کردن‌ها و به اصطلاح مست شدن‌ها این رو باید کم بکنین و الگوی بهتری برای نوجوانتون باشین. خب میرم سراغ خط اول. بفرمایید بیننده گرامی رو خط هستید. سلام دکتر. سلام عرض میکنم. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. خانم دکتر، من سوالم از شما اینه که اگر یه وقت نوجوانی بیاد به خانواده‌اش، یعنی یه جوری بخواد بفهمونه که من با جنس خودم تمایل دارم، به جنس مخالف تمایل ندارم و از این مسئله خیلی بله باشه، آیا باید چجور برخورد بشه؟ یعنی نوجوانی هستش که همجنسگرا هستش و به مادر و پدرش این رو به صورت باز داره اعلام میکنه. بله به صورت باز بر مادر، ولی خب پدر اصلا طوری هستش که نمیخواد، مثلا نمیپذیره مثلا، ولی مادر بسیار روشن فکره و بسیار ساپورتش میکنه. بله ببینین، خب این اگر سوالی از من ندارید من از تلویزیون میتونم گوش کنم. خواهش میکنم. نه خیر، خیلی کلی هستش، بنابراین حالا بعداً اگر بیشتر دوست داشتین که به ابعاد پیچیده ترش برسیم میتونین به صورت خصوصی با من تماس بگیرین و خوشحال میشم که راهنماییتون بکنم. ولی من میتونم با کجا، با آفیستون با تماس بگیرم؟ بله با آفیس تماس بگیرین. 310 413 93 53 روی وبسایت هم هست. Peace Learning Therapy. الان هستش، اگه بذارین خوشحال میشم. حتما خواهش میکنم. خب ببینین، این موضوع sexual development, sexual identity, sexual orientation، این از اون به اصطلاح موضوعهای هات، تاپیک‌های هاتی هستش که حالا یه فرصت باید حتما بیام و با متخصصین اینجا دور هم یه میز گردی بذاریم و دربارش حسابی صحبت بکنیم، چون خیلی مهمه و در به اصطلاح کامیونیتی ما، در به اصطلاح این کامیونیتی ایرانی آمریکایی ما به خصوص در لس آنجلس میدونم نیاز بسیار هست. ولی خب به صورت کلی اگر بخوام سوالتون رو جواب بدم، این هستش که ببینین sexual orientation و اینکه گرایش به اصطلاح نوجوان شما همجنس گرایی داشته باشه یا غیره، یه بخشی از به اصطلاح رشد و تکاملش است. و اگر روزی نوجوان شما، حالا تو اون رابطه‌ای که با شما داره، شما مادر که رابطتون نزدیک هستش و تنگ هست، این به اصطلاح
شهامت رو پیدا کرده که بتونه بیاد و درباره این با شما صحبت بکنه، به نظر من خیلی مهمه که بهش همون احساس اعتماد و کمک و ساپورت رو بدین. با همون شیوه برخورد عاشقانه و از روی secure attachment، دلبندی سالم، شما با او باید رابطه بتونین ادامه بدین و کمکش بکنین که یه ساپورت سیستم درست و به اصطلاح فاوندیشن یا پایه اساسی پیدا بکنه و این ساپورت سیستم بخشیش به اصطلاح اون روانشناسی هستش که میتونه او رو راهنمایی بکنه در این مراحل رشد بسیار حساس که در هویت او، در اون به اصطلاح تصمیمایی که میگیره برای اینکه آیا با این به اصطلاح دید، با این آشنایی که از خودش داره چگونه میخواد با محیطش، با اجتماعش به اصطلاح روبرو بشه. بنابراین روانشناس خوبی که تخصصش کار کردن با به اصطلاح همجنسگرایان هستش بسیار مهمه. نکته بعدی این هستش که شما یه ساپورت سیستم دیگه فامیلی هم احتیاج دارین که شما را از درون و از بیرون کمک بکنه که در این سلسله مراحل رشد به اصطلاح طبیعی شما بتونین با اعتماد به نفس بیشتر و دانایی و توانایی بیشتر ارتقا پیدا بکنین. اینا همه از یک به اصطلاح سیستمی میاد که آشنایی بیشتری داره، آگاهی و توانایی بیشتری داره که شما رو کمک بکنه. بنابراین حتما کانکت بکنین، یک با روانشناسی که تخصصش راهنمایی این نوع نوجوانان هستش، دو با به وجود آوردن کامیونیتی و به اصطلاح فامیلی که بتونه شما رو در این سلسله مراحل رشد کمک و ساپورت بکنه، حمایت بکنه. این خیلی میتونه به شما به اصطلاح آرامش بیشتری بده. بفرمایید بیننده گرامی، رو خط هستید. سلام خانم، روزتون بخیر. روز شما بخیر. من می‌خواستم از شما سوال کنم ببینم اگر که یک بچه 2 ساله‌ای که پدر مادر امریکایی پدر ایرانی اینا از هم جدا بشن، عواقبی که ممکنه برای این بچه پیش بیاد، مثلا 3 روز پلو پدرش باشه، 2 روز پلو مادرش باشه و نمیدونم یه ویکند با مادر، یه ویکند با پدر، این از نظر روحی روی این بچه چه اثری میتونه داشته باشه؟ میتونم خواهش کنم که در این مورد کمی صحبت کنید؟ حتما. سوال خیلی خوبی هستش و خیلی هم پیش میاد، چرا که به خصوص در این چند سال گذشته خب طلاق آمارش خیلی بالاتر رفته و این به اصطلاح تصمیم گیری و این نوع انتخاب و این نوع برخورد خانوادگی خیلی سخت‌تر و با چالش‌های بیشتری روبرو میشن. خب ببینید در دادگاه یا این مرحله پروسه طلاق یک سری به اصطلاح مراحلی وجود داره، مثلا custody evaluation و اون روانشناس متخصصی که میاد و 2 طرف رو، مادر و پدر و به اصطلاح بچه ها رو به صورت مستقل evaluate میکنه، به اصطلاح آشنایی پیدا میکنه با اینکه چه به اصطلاح پلان و چه برنامه‌ای برای بچه ها خوب هستش. همیشه فوکس و توجه روی سلامتی بچه ها هستش، روی اینکه برای بچه ها چه به اصطلاح برنامه‌ای بهتر هستش، برای بچه ها چه برنامه‌ای بیشتر بهشون آرامش میده و تسکین خیال میده و کمکشون میکنه در این پروسه جدایی. من خیلی از خانواده‌هایی که باشون کار میکنم که جدا شدن یا طلاق گرفتن و به اصطلاح 2 خونه دارن یا blended family هستن، ازدواج دوباره کردن و به اصطلاح میکس شدن، میبینم که وقتی که توجه مادر و پدر و یا اون همسر جدید روی بچه ها هست و اینکه برای بچه ها چی خوب هستش، این همیشه بهترین به اصطلاح ریزالت، بهترین شیوه برخورد با این مسئله هستش. بنابراین توجه باید روی اون نیازهای اجتماعی، روانی و به اصطلاح فیزیکی کودک باشه، چرا که خیلی از اوقات برای مثال اگر مدرسه اون بچه
یه جا باشه و بتونه در طی مدرسه برای مثال از دوشنبه تا جمعه اون اسکیجولش برنامهش یه جور باشه و به هم نخوره و حالا ویکندا با پدرش باشه یا بالعکس، این بهتر براش موثرتر باشه و آرامش بیشتری به زندگی اون به اصطلاح کودک بیاره تا اینکه تصمیم بگیرن که 3 روز اینجا باشه و 4 روز اونجا. این باز برمیگردم بستگی داره به اون ایوالویشن و تصمیمی که اون روانشناسی که در به اصطلاح این ایوالویشن دادگاه کار میکنه و انتخاب درست رو برای اون فرزند پیدا میکنه. ولی یکی از نکاتی رو که باید بهش خیلی اهمیت بدیم اینه که مادر و پدری که خودشون میتونن به اصطلاح مشکلاتشون رو یا خشمشون رو یا اون فرستریشن خودشون رو کنترل بکنن به مراتب موفق تر هستن تا اون مادر و پدرایی که تو این جنگ و جدال به اصطلاح قدرت خیلی از اوقات درگیر میشن و اون وقت بچه ها یک نوع ابزاری میشن برای این کشمکشا و جنگ قدرت بین مادر و پدر. این در اصل میتونه یکی از بدترین به اصطلاح نمونه های طلاق و جدایی باشه که مادر و پدر بچه ها رو استفاده میکنن برای اینکه به همدیگه هرس بدن یا برای اینکه از همدیگه بیشتر پول بگیرن یا برای اینکه یه مادر بده بشه، پدر بده بشه و این و به اصطلاح پاور استراگل ها، این نوع کنترل و دعواها که فوکس توجه رو قدرت هستش و اینکه کی درست میگه کی غلط میگه، این واقعا یکی از بدترین نمونه های طلاق میتونه باشه. در مقابلش اون مادر و پدری که توجه و حواسشون روی به اصطلاح بچه ها هستش، روی فرزندشون هست و اینکه اون چیزی که به فرزندشون آرامش یا بیشترین آرامش رو میده. بفرمایید بیننده گرامی رو خط هستید. میشه با خانم فرنودی صحبت کنم؟ خودم هستم، بفرمایید. سال نو مبارک. اوکی. الان شما دارید صحبت میکنید با یه گوینده دیگه، درسته؟ شاید یه نوع به اصطلاح دیلی هستش ولی اگر شما از طریق تلفن با من صحبت بکنین درست میشه. خیلی متشکرم. اولا درود بر شما. درود بر شما. من یه پرابلمی دارم. نوام 10 ساله است داره و این مسئله اینی که وقتی که میخوابه وسط شب یا صبح یا همون سر شب به اندازه رو زانو خودش عقب و بالا میبره مثل رکود و تکون میده. دکتر بردیم نتونست چیزی پیدا نکردن. بعد حتی نورولوژیست هم بردن، یه شب 2 شب خوابیده استادی کردن رو خوابش، چیزی پیدا نشده. من نمیدونم آیا شما فکر میکنید این علتش این بوده که وقتی بچه بوده روی گهواره، نه گهواره، اون مثل گهواره است، بله بله، موومنتش کردن به اندازه 1-6 ماه این حالت درش به وجود آمده. الانم چه بزرگه این کار میکنه. چه کار باید کرد؟ خیلی کارا کردن براش، مثلا فرض کنید الان اخیراً یه اسپرینتی تو اون پاش میذارن که میخوابه که نتونه این خودش تکون بده. بله. واقعا ما موندیم که چه کار بکنیم. گفتم با شما صحبت کنم ببینم شما چی میگید، چه کار باید کرد. بله. چند سالش است؟ الان 10 سال و نیمه. 10 سال و نیمه. و این از کوچیکی، یعنی از 4 ماه 6 ماه بود این تکون میخورد. بله. ولی به تدریج هم 2 ساله 4 ساله گاهی وقتا من شب وقتی میرم پیشش تو اتاقش میخوابم و گفتن که یه پاش همونطور که تکون میده بکش که این کار نکنه و این کارم کردم چند بار ولی باز این کارو البته نه همش به مدت 15 minutes این کار میکنه یا half an hour
یا 2 دفعه یا 1 دفعه اوکی. در شب. متوجه شدم. میپرسم چرا این کارو میکنی؟ میگه برد میشم این کارو میکنم. بله. واقعا برد شدن وسط شب معنی نداره. بله. بعد خیلی هم ازش عرض کردیم که این کارو نکن. بله. خوب نیست اینا، ولی هیچ. بله متوجه شدم. خب ببینین اگر شما نورولوژیست رفتین و رول اوت کرده و این به اصطلاح نورولوژیکال بیس نداره، restless like syndrome نیست یا هیچ نوع به اصطلاح ریشه عصبی یا نورولوژیکی نداره، این اگه یه بیشتر عادت هستش و اون چیزی هستش که یا براش استیمولیتینگه یا به قول خودش به اصطلاح موقعی که بورد میشه استیمولیت میکنه بدنشو و یا سلف سودینگ هستش به صورت راکینگ بیهیویر که احساس آرامش بهش میده. اینا از اون به اصطلاح هابیتا هستش، از اون کارهایی هستش که بچه‌ها they outgrow it، یعنی به صورت تدریجی اگر شما توجه و تاکید روش زیاد نکنین، موقعی که آمادگی دارن دیگه اون کار انجام نمیدن. و اگر شما احساس میکنین که شاید یه تصمیم یا سکند اپینین باید بگیرین و اون نورولوژیکال بیسش رو یا ریشه به اصطلاح نورولوژیکالش رو دوباره بررسی بکنین، اون کار رو بکنین. و اگر در به اصطلاح سکند اپینین هم این به شما این به اصطلاح توصیه رو کردن که نه این ریشه به اصطلاح نورولوژیکی نداره، من نظرم اینه که یه مقدار توجهتون رو از روی این بردارین و بذارین که یه بریک بهش بدین، یه به قول معروف هالیدی چیز بهش بدین، یه زنگ تفریح بهش بدین، توجهتون رو دیگه نذارین روی این رفتارش و بذارین ببینین که مثلا در 6 ماه اگر شما توجه واقعا نکنین به این و با کارهای دیگه، خیلی از اوقات بچهای به اصطلاح استاف انیمال یه چیز دیگه ای رو که بهشون اینترودوس میکنین و بهشون خیلی اطراف تختش فراوونه، ولی اینکه به صورت اینتنشنال بهش به اصطلاح یک باند و یه رابطه‌ای به وجود بیارین که برای مثال پرمعنا باشه، مثلا یه چیز به خصوصی براش بگیرین که احساس بکنه که اون بهش همون آرامش رو میده، یا با نزدیکی با اون آبجکت، با اون چیزی که بهش دارین میدین، حالا چه پتوی کوچولوه، چه یه استاف انیمال، چه یه چیزی که تو دستش میگیره، اون رابطه رو برقرار میکنه. بعضی از اوقات این منتقل کردن توجه به یک آبجکت دیگه میتونه که این درجه یا فریکونسی رو توی این رفتار دیگه کم بکنه. ولی به نظر من یه سکند اپینین بگیرین که خیالتون راحت بشه، چون خیلی از اوقات به اصطلاح این اضطراب مادر و پدر هستش که نگران به اصطلاح اون نورولوژیکال بیسز هستن. خانم فرهودی، اخیراً تقریبا 2 ماه 3 ماه پیش دکتر بهش گفتی که ملاتونین 5 میلی گرم برای مدت 3 ماه بخوره، ببینیم چطوره. شاید این باعث بشه که اثر بکنه، نمیدونم خوبه. خب ملاتونین که قرص، یعنی قرص خواب آرام بخش هستش. من خودم شخصا به خصوص با بچه ها یه مقدار کانسرواتیو هستم با استفاده از قرص، ولی میگم شما باید یک به اصطلاح تریتمنت پلانی رو برای خودتون پیدا بکنین و بعد توجهتون رو بذارین روی اون تریتمنت پلان و به اصطلاح ببینین، امتحانش بکنین، ببینین که آیا کار میکنه یا نه. من اگر بچه خودم بود یه مقدار اگر رول اوت میکردم ریشه به اصطلاح نورولوژیکالشو، اگر مطمئن بودم که هیچ پایه به اصطلاح نورولوژیکال نداره، بعد اون وقت از کم کردن توجه به اون رفتار و شیفت کردن توجهش به چیز دیگه، منتقل کردن توجهش به چیز دیگه، مثلا یه روتین جدید توی خوابش به وجود می‌بردم، مثلا یه کتاب به خصوصی رو با هم می‌خوندیم یا یه کار به خصوص. با این تغییر و تحول اول امتحان می‌کردم که ببینم آیا کمک می‌کنه رو به اصطلاح کم کردن این رفتار. بله. بعدم این از همون بچگی هم خیلی به بلانکتش علاقه داشت. بله. آنم تو بغلش میگیره بلانکتش. خیلی خب این میتونه یک نشونه این باشه که این بیشتر
It's about attachment and self-soothing than a neurological disorder. ولی میگم باز با یه متخصص کار بکنین و یه تریتمنت پلان به وجود بیارین و بچسبین به اون تریتمنت پلان. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. موفق باشین. بفرمایید بیننده گرامی رو خط هستید. خانم دکتر روزتون بخیر. روز شما بخیر. سال نو مبارک. سال نو مبارک. خوشگل‌تر و زیباتر از همیشه و از هم کم کردین ماه شد. مرسی. محبت دارین شما. من 3 تا سوال شاید جنرال دارم در ارتباط با صحبت امروزتون. خواهش میکنم. فرمودین که خشم و عصبانیت ما که در ماجرا داریم. اولا که تو جامعه ایرانی معذرت خواهی شاید یه مقداری با بچه‌ها برای ماها آموخته، در واقع ماها نیاموختیم. درسته. بچه‌ها باید معذرت خواهی بکنیم. درسته. ولی آیا عذرخواهی بکنیم و اونا بول بگیرن اونجا رو چه کار کنیم؟ و من خودم یه مثالی براتون میگم که روشن بشین مطلب چی بوده. من کار بسیار بسیار بدی کردم. روز شخصی داشتم، خیلی فراستریت بودم و اون روز دخترم خیلی سر به سر من میذاشت. بعد شروع کرد بسیار رفتار بدی کرد، برخورد ناجوری کرد که صداشو بلند کرد و جیغ زد و اینا. من ازش رسپون شدم و گفتم که مادر اگه بخوای با من دیسریسپکت باشی ترجیح میدم که یا با من حرف نزنی یا اگر نمیتونی با من حرف نزنی مادری رو پیدا بکن که بتونه تحمل همچین رفتاری رو بکنه. من نمیتونم. اینو که بهش گفتم ایمیدیتلی شاید 2 دقیقه بعدش نشد اونقدر احساس بد کردم، اونقدر ناراحت شدم که گریم گرفت. بعد اومد ازم پرسید مادر چرا گریه میکنی؟ گفتم بابت شوخی که با تو کردم ناراحت شدم، یه جوک بود. من منظورم این نبود که اینو بهت بگم، ولی واقعا از رفتار اینقدر دلخورم که نمیدونم. بعد ازت خواهش کردم به من 2 دقیقه وقت بده راجع به شرایطی پیش اومده فکر کنم. بعد توی اصرار کردی من فرستریت شدم اینو گفتم. ما تو همون بودیم دست یعنی واقعا اگه نتونیم بریم نفس بکشیم از بچه فاصله بگیریم چه کار کنیم؟ درسته. من داشتم میشستمش و خب این مسئله پیش اومد. بعد دختر من که دید من اون روز گریه کردم، من ناراحت شدم، از اون روز به بعد سر سفره هفتین که نشسته بودیم گفتیم خب بشینیم دعا کنیم. نشست دعا کردن، گفتش که من مادر همه چی شما دوست دارم، خیلی خوبی اینی اونی، ولی اصلا جوکاتو دوست ندارم. بعد یه چشمک به من زد، گفت میدونی که من کدومه؟ دوباره شبش اومدیم بخوابیم، من اومد حال داد بوسید، گفت مادر خیلی دوست دارم اینی ولی یادت باشه اصلا دیگه جوک نکنی چون خوشم نمیاد. و بعد یه حالتی شده مثل که رجیستر کرده مغزش و من هم بلیم میکنم خودم رو بعد حرف بعدی که زدم، هم احساس میکنم که داره یه ذره تکرارش میکنه. مخصوصا امروز اومدم حاضرش کنم، گفتم داریم دیر میشیم بیا سریعتر بریم به مدرسه. گفت نه من تصمیم دارم الان صدای موسیقیمو بلند کنم. گفتم مادر داری من ناراحت میکنی، گوش کن بذار کارامون بهتر انجام شه. گفت نه یه کاری نکن دوباره پشیمون شی دوباره بشینی گریه کنی. بله. من موندم چه کار کنم. یکی این دوم در واقع این 2 تا سوالم ادغام شده بود توی یه سوال. مورد بعدی اگر بچه ناخن میخوره میدونم که میتونه ریشش حتما انزایتی باشه، ولی ما برخوردمون با اون بچه چی باشه؟ من روی ناخنش از این لاک‌های کلیر زدم که در واقع مثلا بایت نکنن بچه‌ها، خیلی اثری نداره. گاهی انگشتشو میکنه تو دهنش و بعد میبینم از اون زیر منو نگاه میکنه سرشو میبره زیر میز. نمیدونم میخواد توجه منو جلب کنه و برخورد من با این موضوع چطور؟ مثلا میبرمش مانیکور میکنم، لاک میزنم، براش توضیح میدم انگشت قشنگه، چرا خوبه موها اینا رو خوب نگه داریم. همه یعنی چون قبلا هم از نصیحت شما استفاده کردم، ولی الان نمیدونم آیا باید بهش توجه بدم، باش صحبت بکنم بیشتر از این یا نه ایگنورش کنم. و میدونم که داره این کارو میکنه. ریشش رو هم براتون خدمتتون عرض میکنم، پیدا کردم جدیداً. ما تو خونمون هیچ وقت تلویزیون روشن نمی‌کردیم و الان این داره به 6 سالگی میرسه. جدیداً بهش اجازه میدم نیم ساعت برنامه‌های تلویزیونی رو نگاه کنه. یه برنامه تلویزیونی هست یونیکورن، اونو که نگاه میکنه وسط تلویزیون مثل که این هیجان بهش دسته، میبینم اونجا شروع میکنه یا پوست لبش رو میکنه یا انگشتش رو میکنه. ممنون میشم کمکم کنید. خواهش میکنم. بسیارم خوشحال شدم که تونستم. خواهش میکنم. منم همینطور براتون آرزوی موفقیت دارم. همچنین.
بله ببینین خب ریشه ناخن جویدن همونطور که خودتونم اشاره کردین خیلی از اوقات میتونه اضطراب باشه و در کنارش من فکر میکنم این رو که ما بهش به صورت یه پروسه نگاه بکنیم و اینکه توجهمون رو کاملا روی اون رفتار همیشه نذاریم و این به قول خودتون به یه به اصطلاح سناریویی تبدیل نشه که یک جنگ قدرت بشه یا یک به اصطلاح نمونه توجه گرفتن بشه، بلکه کمک کردن نوجوانمون یا کودکمون به اینکه آگاهی پیدا بکنه از اینکه چه موقع این کار رو، این عمل رو، این رفتار رو انجام میده، دلیلش چیه، چه به اصطلاح حالی رو درش به وجود میاره و تاکید روی اینکه از طریق mindfulness یا mindful training، این mindfulness به اصطلاح یک نوع وسیله، یک نوع ابزاری هستش که بسیار موفق هستش در کنترل اضطراب در کودکان و خود ما مادر و پدرها و کنترل خشم و عصبانیت. یعنی اگه ما واقعا بتونیم یه نوع دلبندی پیدا بکنیم به این شیوه از مایندفولنس، میتونیم خیلی از این مشکلاتمون رو چه از نظر اضطراب چه از نظر خشم و عصبانیت در خودمون و در کودکمون پایین بیاریم. این رو بهش تاکید میکنم، بهش یه مقدار توجه بکنین. الان خیلی از وبسایت ها، خیلی از متخصصین هستن که این ترینینگ ها رو حتی آنلاین برای شما از طریق به اصطلاح اینترنت شما میتونین یاد بگیرین. این تمرینات به اصطلاح مایندفولنس ترینینگ، دانیل سیگل خیلی مطالب خیلی مهمی داره، اینکه از طریق تنفس و به اصطلاح اون توجهی که شما از روی مشکل بر روی احساس و حالات درونی خودتون به وجود میارین و بعد از طریق تنفس خودتون رو میتونین آروم بکنین. این خیلی میتونه برای شما و او یک تمرینی باشه که شاید با هم این کار رو بکنین و با هم یاد بگیرین که چگونه از این نوع به اصطلاح نوسانات، از این نوع حالات روحی و روانی به اصطلاح عبور پیدا بکنین با کنترل بیشتر. Mindfulness Training این یک که بهش توجه بکنین. نکته بعدی این هستش که ببینین اینی که شما عذر خواستین بر اسم این رو گذاشتین شوخی کردم، بهش یه معنا دادین و این معنا بخشیدن به این اتفاقاتی که میفته در به اصطلاح مورد خشم و عصبانیت خیلی مهمه. یعنی اگر موقعی که او چشمک به شما میزنه یا شوخی کرد از اون ابتدا شما بهش میگفتی که نه، این البته به صورت پرایوت، به صورت خصوصی، نه این به اصطلاح باید بهش من بیشتر با تو بیشتر صحبت بکنم، یه مقدار عمیق‌تر باهاش صحبت می‌کردین که اون احساس شما رو، اون درد شما رو بیشتر متوجه بشه، شاید امپاتی بیشتری یا همدلی بیشتری برای شما داشته باشه. خب به پایان برنامه رسیدیم دوستان. در رابطه با کنترل خشم و عصبانیت حتما هفته آینده صحبتامون رو ادامه میدیم، چرا که ریشه خشم و خشونت در خانواده یکی از مهمترین نکاتی هستش که در آوردن به اصطلاح پیس لرنینگ و پیس لرنینگ پرنتینگ، آرامش و صلح و صفا در خانواده ها میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. از شما سپاسگزارم برای توجه و برای شما روز و روزگاری خوش آرزومندم. خدا نگهدار.
دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی و بنیانگذار مرکز روانشناسی پرتوی امید، ضمن تبریک سال نو، سالی سرشار از شادی را برای شما آرزو دارد. 310 279 28 78. دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی هستم. عید سعید و سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی رو شروع کنند و به موفقیت به پایان برسونند. دلی شاد، قلبی آکنده از عشق و لبی پرخنده برای همه آرزو میکنم. دکتر نادیا تیموریان، مدیریت مرکز هارت تو هارت با تخصص در امور ازدواج، زناشویی و زوج درمانی با جدیدترین روش‌های علمی در رفع مشکلات زناشویی و زوج درمانی و مشاوره قبل از ازدواج، سالی سرشار از پیوند، آشنایی و عشق را برای شما آرزو دارند. مراکز هارت تو هارت و مطب‌های دکتر نادیا تیموریان در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ. 949 280 0708. دکتر نادیا تیموریان هستم. فرارسیدن سال نو را به همگی همیهنان عزیزم تبریک میگم. سال نو مبارک. دکتر مهدی حائری، مدیریت ایران محضر، دفتر خدمات ثبتی، کنسولی و مهاجرتی ایرانیان، فرارسیدن سال نو را با بهترین آرزوها به شما تبریک میگوید. ایران محضر 818 344 3099 818 795 57 71. حلول سال 1394 و نوروز باستانی این یادگار اجداد ما ایرانی را به یکایک ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی هم در داخل کشور و سراسر جهان شادباش عرض می کنم. برای همگان سالی سرشار از سلامتی و بهروزی آرزو دارم. نوروز بر همگان مبارک باد. کشیش امینی از حیات ابدی فرارسیدن سال نو را همراه با تندرستی، دلی شاد و لبی خندان به شما تبریک میگویند. 1-888 429 2848 425 374 0156. سال نو مبارک. سلام، مهندس خسرو مترجمی هستم، مبتکر دستگاهی تیوی باکس. تیوی باکس دستگاه هستش که میتونید شبکه‌های ماهواره‌ای، فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و رادیوها رو بدون استفاده از دیش و رسیور دریافت بکنید. خوشحال هستم طی 10 سال گذشته تونستیم این تکنولوژی منحصر به فرد رو به خونه صدها هزار نفر از شما اعزام بیاریم. برای سفارش دستگاه تیوی باکس با شما تلفن 818 518 1705 تماس بگیرید. مرسی. آش رشته صدف تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزرواتیو و کلسترول. خوش‌طعم و خوشمزه. آش رشته صدف سنتی ترین آش ایرانی که خاطرات کودکی و پخت و پز مادر بزرگ را همیشه به یاد می آورد. با آش رشته صدف به آسانی در کنار خانواده بدون ساعتها تدارکات، آشپزی و حتی در محیط کار در کمتر از